یکی از دوستان معرفی کرد که من خونم سمت جوانان پشوبی و اصلا آرایش نکن، موبایلت هم نیاد، چی نیاد. من ترسید پشتون دستیم بود فقط من خانم هم احتمال روز بیاد، فقط سریع. من شروع کردیم اینجا به سیغه خوندن و مهریه و فلان، اولا مهریه هم رو دار. بشتیم و خلاصه حرف زد و سیغه خوندیم رفتیم تو اتاق. رفتیم تو اتاق خوب میرسیم آیت الکرسی و فلان و این چیزا تو اتاقش همه رو برعکس کرد، عکس موبایل همه رو برعکس کرد و گناه داره. خلاصه که ما رفتیم و شروع شد به کار و فلان و همبستر شدیم و یه رسید وسط کار یه رسیدم در خونه‌شون اون کم میکنن نکن سرش اومده به چیز انداخته بود اومده با پشت در اتاق هستیم یه لحظه سریع در وا کن من خیز شدم زیر بالون سریع به من گفت تو هیچ کاری نکن زیر بسط همه رو میگه زیر دست چالو پشکی تو سر کن باری تو به نماز خوندن خانه به نماز خوندن خانه جوبر اومد الرومان بقذف النيران